کارگردان اسماعیل جونش. حلالم کن. خدایا کمک کن با تصمیمی که گرفتم و قدمی که برداشتم و حرفی که زدم به تو نزدیکتم. منو غرق در باران رحمتت کن. در ابتدای هر روز راهی برای پاکسازی گناهانم نشونم بده. دری برون باز کن یا رب. زن گریان. مراد در باز کن. مراد پسرم. مراد پسرم در باز کن. پسرم حالت خوبه؟ خوبم مادر. این دفعه کیه؟ نمیدونم کیه مادر. خدا کمک میکنه. آقا ببخشید. بفرمایید.
کلینیک شفا شماره 99. از اینجا برید سمت راست، بعد اون طرف خیابون، همونجا دست چپه. تابلوشو میبینیم. باشه ممنون. خواهش میکنم. خدایا حالا چیکار کنم؟ همینجا بود که از کیفم در آوردم. کیف پولم. حالت چطوره مراد؟ خوبم ممنون. چی شده؟ مشکلی پیش اومده؟ بله دیگه، من دزدم. گفتم بیام بگم چه کاره کردم. مراد بس کن. چی شده؟ دیگه نمیخوای پای قولت وایسی؟ خسته نباشین. ممنون. این کیف پولو تو خیابون پیدا کردم. این پرونده رو بلا دوره. ممنون. خودتون صاحبشو پیدا کنین. این کیف پول چیه؟ دزدیدم، گفتم بیام خبر بدم. چی گفتی؟ داری منو دست میندازی آره؟ اینطور به نظر میاد قربان. گوش کن، 1000 تا کار خلاف کردی، حالا نمیخواد با یه کار ثواب خود نمایی کنی. مطمئن باش پشیمون میشی. صاحبشو پیدا کنین. بار آخرت باشه که به من دستور میدی، وگرنه میندازمت زندون. برای چی؟ هر کاری که گفتین کردم. از مروه خانمم که دور شدم. اگه به خاطر افه نبود نشونت میدادم. خدا رو شک کن مروه قول داده. افه چه ربطی به این جریان داره قربان؟ چی دارین میگین؟ به تا مربوط نیست. نگهبان بیا اینجا. چشم جناب رئیس. بابای من پلیسه، دزدا رو میگیره و میندازه زندون. بابای من بیکاره، واسه همینم مامانم خیلی از دستش عصبانی، همش با هم دعوا میکنه. افه بابای من خب بابای من دزده. نخندین. تو زندونه ولی توبه کرده. اما مراد من دزد بود ولی اونم توبه کرد. ساکت. اما مراد میگه اگه آدم توبه کنه مثل بچه تازه به دنیا اومده میشه. نمیشه خانم معلم. دو تا نون لطفاً، برشته باشن. این که برشته نیست. پس به اون دست نزن. ای بابا، خب دارم پولشو میدم خانم. محتاج شندرغاز پول تو که نیستم. اصلا نمیفروشم. برو بیرون. همچین بی احترامی ندیده بودم. اینجا چه جور محلیه؟ بی ادب. خودت بی ادبی. فکر کردی میتونی با چندرغاز پولت نونوایی رو بخری؟ واقعا که برو بابا. سلام، میشه ساکت چی؟ چقدر حرف میزنی؟ خانم چیه؟ صبر کن. نمیخواد عذرخواهی کنی. اول کارگراتو تربیت کن آقا. برگرد سر کارت. دیگه غیر ممکنه پامو بذارم تو اون مغازه. یه دقیقه گوش کنین، حرفی که میخوام بگم در رابطه با نونوایی نیست. به خدا قسم اگه دنبالم بیاین میرم کلانتری ازتون شکایت میکنم. راحتم بذار آقا، راحتم بذار. 5-6 سال پیش بود که کیف پولتون رو گم کرده بودین، درسته؟ تو از کجا میدونی؟ کیف پولتون رو من برداشتم. ای دوست، ای عوضی، ای پاس، ای دوست. پولم کجاست ها؟ کجاست؟ آروم باشین خانم، آروم باشین. میخوام جبران کنم. یعنی چی جبران کنی؟
نمیخوام حقی برگردنم داشته باشین. هر کاری بگین میکنم، هر چی بخواین میدم، فقط کافی حلالم کنین. هر چی بخوام. بله. داشتم با اون پول میرفتم دکتر. بذار ببینم چه سالی بود. 6 سال پیش. ببینم 100 میلیون به اون سال چقدر میشه. ممکن نیست، یعنی میخوایی با 100 میلیون خلاص بشی؟ راهی نشونم بدین، هر کاری که لازم باشه میکنم. 100 برابرشو میخوام. باید 100 برابر این پولو بهم بدی. 100 برابر؟ خود دانی. میخوایی تصفیه حسابو بذار واسه اون دنیا، یعنی برای جهنم. یه دقیقه واسین. نمیتونم اونقدر پولو بهتون بدم. خیلی خوب باشه. هر شبی هم درآمد نونوایی رو میگیرم تا حسابت صاف بشه. قبوله؟ باشه، قبوله. خب در حال حاضر پولی داری؟ از همین حالا شروع میکنم. انقدر دارم. سلام. این چیه؟ یه سند رسمیه. لطفاً اینجا رو امضا کنید. خداحافظ. خداحافظ. خدایا به امید تو. خدایا شکرت خدا. ملک خانم خیره انشالله. اسمم تو قرعه کشی در اومده حاجم. اگه خدا بخواد میرم حج. جدی؟ خدایا شکرت. چه به موقع خواهر ملک. انشالله وضع مالی آقا مرادم خوب میشه و شما هم دست پر میری. استاد ابراهیم میشه بیای؟ خیره مراد. استاد من یه بدهی دارم، باید پرداختش کنم. با اون خانومی که چند لحظه پیش اومده بود. اون زن چی شده؟ بازم تو دخالت کردی سنا؟ برو تو، یلا برو. خیلی خوب بابا. خدایا بهم صبر بده. اوستا اون خانومی که دیدی قرار عصرا بیاد. اگه من نبودم درآمد روزانه رو بده به اون. فکر میکنم حدود 2 ماه طول بکشه. بدهید اینقدر زیاده پسر؟ اونقدر نیست، ولی اون خانم خیلی خواسته. خودش این شرط رو گذاشته. یه وقت اون زن فریبت نده. یه زمانی من پول دکتر رفتن اون زن رو برداشتم. حالا همون هر کاری بکنه حقشه اوستا. خدا میدونه چی کشیده. باشه، پس نمیشه کاری کرد. انشالله که این پول باعث کار خیر بشه. انشالله. محمود میشه بگی چی کار میکنی؟ مادرم پارسال یه علنگو داده بود. اون کجاست؟ میخوای چی کار؟ ای بابا هیچ پولی نمونده. بچه داره میره مدرسه. بذار بفروشیمش خرجمون رو در بیاریم. من اونو فروختم. چی کار کردی؟ فروختم. لازم بود. پولشم خرج کردم. برای چی از من نپرسیدی نورا؟ برای چی بپرسم؟ اول برو کار پیدا کن، خرج خونه رو در بیار، بعدش از من حساب پس بخواه. باورم نمیشه نورای. باورم نمیشه. این چه کاری بود که تو کردی؟ آخه آدم پولش از شوهرش پنهان میکنه. تو چه جور زنی هستی؟ سرویس هنوز نیومده؟ منتظرم بیاد. خب پس منم باید منتظر میمونم. آلپر با اون حرف نزن. برای چی؟ چون که بابای اون دزده. میبینی اون حرفی نداره بزنه. به تو چه؟ تو چرا دخالت میکنی؟ گفتم یه وقتی از تو هم یه چیزی ندزده. من دوست نیستم. بگی هم خودت دزدی هم بابا دزده. فهمیدی؟ تو خواستت دزدی. بیشترم کن.
بچه‌ها دارین چیکار میکنین؟ زود باشین، از هم جدا شین، زود باشین. این چه وضعیه؟ واقعا شرم آوره. خجالت نمیکشین دعوا را میندازین؟ این چه حرکت زشتی بود که کردین؟ اگه اینطوری پیش برین بخششی در کار نخواهد بود. اگه یک بار دیگه تکرار بشه من میدونم اون شما حق دارین جناب مدیر، ولی اگه میشه این حرفا رو جلوی آلپر نزنیم. میدونی که اون مشکل داره. ببینین من در جریان هستم که آلپر به خاطر مشکلش خیلی دیرتر مدرسه رو شروع کرد. هیچ مدرسه قبولش نکرد ولی من ثبت نامش کردم. اما این دلیل نمیشه که وقتی مشکل تراشی میکنه کوتاه بیام. من از طرف آلپر قول میدم جناب مدیر، دیگه همچین اتفاقی نخواهد افتاد. فعلا با اجازه. آلپر بریم پسرم. من هنوز با افه کار بیا دارم. پسرم بیا. افه یه حرف رو دوبار تکرار نمی کنم. اگه نظم مدرسه‌مون یک بار دیگه به خاطر این بچه به هم بخوره شدیداً با این مسئله برخورد میکنم. اجازه بدین. از کجا میدونین که افه اشتباه کرده؟ شاید اون یکی بچه اشتباه کرده باشه. اون بچه یک معلمه و درست تربیت شده. یعنی چی؟ یعنی شما بهتر از من میدونید. هر کاری لازمه بکنید وگرنه خودم میدونم چیکار کنم. افه دم در منتظر باش. تو کدوم کتاب نوشته هر کی پدرش مجرمه اونم مجرم میشه آقای مدیر؟ تو کتاب زندگی نوشته آقای محترم. اطراف این شهر پر از اینجور آدم هست. من باید از شاگردان محافظت کنم و تدابیر لازم رو به کار بگیرم. هر کاری کردم نتونستم راضیش کنم بریم خونه. بابا میشه افهم با ما بیاد؟ اما مراد جان بذار برم. خیلی خب باشه میرسونمتون، ولی 1-2 ساعت دیگه میام دنبالت. باشه؟ آخ جان. منزل شما کجاست؟ الان دقیق بهتون میگم. دخترم پولو چند بار شمردی؟ بس دیگه، هر نونی که میفروشی باز میشموری؟ محض احتیاط عمو ابراهیم، حسابمون اشتباه نشه. چیه؟ قرار بود دیگه نیای. آقا مراد نیستن؟ نورای خانم هستین؟ بله. چی کار میکنی عمو ابراهیم؟ واسه چی پولا رو میدی به این زن؟ بده به من. فردا عصر میبینمتون. خوش اومدی. افه کو؟ یه دوست پیدا کرده. آه. 1 ساعت دیگه میرم میارمش. مادر تا 2 ماه آینده دستمون خالیه. یه بدهی بزرگ دارم. جریان چیه؟ بگو. کیف پول یه زنی رو برداشته بودم، ولی خدا رو شکر خدا اون زن رو سر راه هم قرار داد. میدونی قرار بود با اون پول بره دکتر. خیلی بد کردم. کارنر تو مادر نداری؟ چرا دارم؟ من ندارم. این کیه؟ کجا بودی نورای؟ چطور مگه؟ کار داشتم. این چه طرز جواب دادنه؟ مگه باید از تو اجازه میگرفتم؟ اقلا یه روز به موقع بیا به این بچه برس.
همش دعوا میکنن. وقتی اینا دعوا میکنن من میرم قایم میشم. کجا؟ خب چی کار کنم؟ این دیگه کیه؟ من افم دوست آلپه. فقط تو رو کم داشتیم. الهی شکر، دست درد نکنه مادر. میرم افه رو بیارم. باشه. الو. سلام هاجر. یادته چند وقت پیش گفتی یه کاری هست؟ نه نتونستم به مراد چیزی بگم. بچم خیلی مشکل داره. میشه با اون خانم صحبت کنی؟ هر کاری داشته باشه براش انجام میدم. قول میدم. ممنونم هاجر. خدا ازت راضی باشه. عصر بخیر. عصر بخیر. بفرما برادر بیا تو. بفرما یه چایی بخور. نه ممنون. بهتر زودتر بریم. افه آماده ای؟ آلپه بهترین دوست منه. تنها دوستمه. خوب بخوابی پسرم. تو هم همینطور عمو مراد. پسرم افه خوابیده؟ خوابید مادر. من فردا صبح زود میرم. یکی از آشناها ازم کمک خواسته. کی؟ یکی به اسم نصرت خانم. تو نمیشناسیش. خب دیگه تو هم برو بخواب. میگم چطور پایین جا بندازم؟ اونجا بخوابم بهتره. اونجا که نمیتونی راحت بخوابی. همینطوریشم راحت نیستم مادر. هر لحظه یکی از کارهای اشتباهی که کردم به ذهنم میاد. شاید اگه اون اسامی جلوی چشمام باشن بیشتر یادم بیان. پس بذار واسه رخت خواب آماده کنم. حلالت نمی کنم. حلالت نمی کنم. این آدم چه ربطی به من داره؟ مامان اون دوچرخه‌ای که دیروز دیدیم یادته؟ اونو برام میخری؟ نمیشه.
خواهش میکنم مامان. اصرار نکن آلپر، پول نداریم. حالا هم پولدار نمیشیم. اون دوچرخه رو فراموش کن. تو منو اصلا دوست نداری. مبادا عرق کنی. شنیدی چی گفتم؟ من عصر کار دارم. بابات میاد دنبالت. یه وقت ندوی یا؟ ولی مامان دوچرخه‌ای که گرون نیست. ساکت. گفتم پول نداریم. حالا برو. همه مامانا بچه هاشونو دوست دارن. واسه خاطر اونا هر کاری میکنن. تو چرا منو دوست نداری؟ چی کار داری میکنی؟ گرد رو مبلا رو میگیرم. کریستالا چی؟ اونا رو قبلا تمیز کردم. دروغ نگو، تمیز نکردی. دروغ نمیگم، ولی اگر نمیپسندین دوباره تمیز. تو خجالت نمیکشی بهم دروغ میگی؟ بگیر برام یه چای دیگه بریز. همین رو کم داشتیم. تو دیگه از کجا اومدی؟ هاجر غیر از تو کسی رو پیدا نکرد بفرسته؟ صبح خیر آقا مراد. چی شده؟ واسه چی به اون زن پول میدی؟ باید از تو اجازه بگیرم که به کی پول بدم؟ ببین چی میگم مراد، اون زن دیروز تمام پول صندوق گرفت. سونا متوجهی که چقدر زیادی داری حرف میزنی؟ تو حق نداری به اون زن پول بدی. من میگم به تو ربطی نداره، مگه تو صاحب مغازه‌ای؟ نه پس تویی. گفت فردا عصرم میام. حالا بذار بیاد، فقط بذار بیاد. قبلا بهت گفتم سونا، برو واسه خودت یه کاری پیدا کن. بیشتر از اینکه کمک آدم باشی دست و پاگیری. دیگه نمیخوام بیای نوبایی. برو یه کار دیگه پیدا کن. باشه آقا مراد، هر طور تو بخوای. گفته باشم اون زن داره سرت کلا میذاره. زود باش، بزن دیگه، زود باش بزن. هی اپه توپو بیار. تو بیار. آلپر خیلی خوب بچه ها برین سر کلاسی. منتها آروم آروم. آلپر به خاطر من مریض شد. مگه میشه افه؟ خیلی خوب ناراحت نباش. من به آلپر گفتم فوتبال بازی کنیم، اما یه دفعه حالش بد شد. من آلپر رو خیلی دوست دارم عمو مراد. نفس بکش پسرم، نفستو بده بیرون. آفرین، نفس بکش، نفستو بده بیرون. آلپر پسرم. آقا خواهش میکنم لطفا بیرون تشریف داشته باشی. نفس بکش. خیلی خوب، حالا برگرد. نفس بکش، نفستو بده بیرون. حالا یه صرفه کن. بردار نورای. آفرین. آخه چرا تلفنت خاموشه؟
درآمد امروز رو بدین. پس چرا انقدر کمه؟ قسمت دیگه، امروز همین قدره. شماها کار نکنین، تمام روز بیکار بشینین، بعدش هم بگین قسمته. سلام ناجی، سونا هستم. چه خبرو؟ منم خوبم. راستی ناجی کار سراغ نداری؟ کی مراد؟ نه بابا، اون حسابی عقلش از دست داده، مغازشو کرده مؤسسه خیریه. باشه الان میام، چند تا مشتری برام جور کن. باشه ممنونم، خداحافظ. اون انگشتری که 2500 لیر خریدم که یادت گمش کردم. به همسرم گفتم عین خیالش نبود. ملک خانوم در باز کن. یعنی درم من باز کنم؟ چشم. خیلی خوب، فردا میبینمت. مادر، دخترم، تو اینجا چی کار میکنی؟ کیه؟ کی اومده ملک خانوم؟ یه حرف بزن، مگه زبونتو قورت دادی؟ من ناجیه فرستاده برای طراحی لباست. خیلی خوب، باشه بیا تو. چیزی لازم بود به ملک خانم بگو، آماده میکنه. اگه این کار یه ماه دیگه ادامه پیدا کنه، پول لازم واسه عمل پسرم جور میشه. دیر شد، پس اینا کجا موندن؟ بابا جانم، من فوتبال بازی کردم. آخه واسه چی اولفر؟ چرا میدونه که نباید بازی کنی؟ آخه مامانم برام دوچرخه نخرید. آقا محمود تشریف بیارید بیرون صحبت کنیم. چشم. خب آلپر ما چطوره؟ میدونم قلبش یه مشکلی داره دکتر. وضعش الان خیلی بده. خیلی نه، ولی ممکنه بدتر بشه. دکترها نگران پیشرفت مشکلش بودن، گفته بودم باید عمل بشه. بله حتما باید عمل بشه. آلپر خوب میشه مگه نه عمو مراد؟ انشالله. افه شما اینجا چی کار داری؟ چی میخوای؟ نکنه پولایی رو که تا حالا دادی میخوای پس بگیری؟ نه همچی نیتی ندارم. خب همراه این بچه چی کار میکنی؟ مگه این دوست آلپر نیست؟ بله دوست آلپره. نگرانش بودیم، واسه همین اومدیم. نگران چی شدیم؟ مگه آلپر چه شده؟ داشتیم فوتبال بازی میکردیم، آلپر یه دفعه مریض شد. چی؟ اون مریض شد؟ خدایا، پسرم، بچم، چرا هیچ کس بهم خبر نداده؟ خدایا. پس بچهش مریضه، پولم برای اون لازم داره. آلپر پسرم، کارش نداشته باشون رای. تو حرف نزن. از دستتون خسته شدم. منو دوست ندارین. این چه حرفیه پسرم؟ اگه منو دوست داشتین دعوا نمی‌کردین. حتما عمو مراد تو رو آورد. بله. تو اونو میشناسی؟ تو مدرسه با هم آشنا شدن. عمو مراد خونه ما رو هم بلده. ببینم تو میدونی اون آدم کیه؟ نمیدونم. برو بیرون. زود باش برو بیرون. عمو مراد
چرا اومدی اینجا؟ متوجه شدم نورای خانم. پولو برای مداوای پسرتون میخواین مگه نه؟ اگه شوهرم از این جریان با خبرش خیلی بد میشه، اون وقت منم حلالت نمیکنم. برای چی؟ نه من کار بدی کردم نه شما. نورای چی شده؟ تو میدونی این آدم کیه؟ این آدم یه دزده. معلوم نیست پسرشم با چه قصدی همراهش آورده. افه 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 چی کار داری میکنی؟ هیچ کس منو نمیخواد، هیچ کس. میخوام برم خونه، ولم کن. هیچ کدومتونو نمیخوام. خب آلپرو چی؟ اونم نمیخوام. من دوست نیستم عمو مراد. اصلا مامان آلبر خودش دزده، همه پولا رو قایم میکنه. اون پولا رو؟ من چه میدونم کدوم پولا رو. اون یه عالمه پول داره، خودم دیدم همشون رو قایم میکنه. بعدش به من میگه دزد. من دزد نیستم. چرا با اون بیچاره اینطوری رفتار کردی؟ تو میذاری دزدا بیان تو خونه؟ کدوم دزدا؟ اون آدم یه دزد خطرناکه. تو فکر میکنی من به پسرم اصلا توجهی ندارم، ولی من خیلی حواسم به اونه. ای بابا زن دیوونم نکن. تو چی میخوای بگی؟ من میدونم افه پسرش نیست، از اون برای دزدی استفاده میکنه. اول میفرستتش خونه ما، بعدش هم هر چی میخواد میدزده. شاید بچه‌رم دزدیده. وقتی تو محل میگفتن شنیدم. خب آخه از ما چی بدزده؟ خب مگه اون موقع که اومدن خونمون چی دزدیدن؟ 100 میلیون پول و حلقه های ازدواجمونو. اونا کاری به کم و زیادش ندارن. متوجه هستی؟ ای بابا دیگه نمیشه به هیچ کی اعتماد کرد. آره. افه افه نمیخوام برم مدرسه. تو باید بری. نمیخوام برم. خب بگو ببینم برای چی نمیخوای بری؟ برای اینکه مدرسه منو دوست نداره. منم مدرسه رو دوست ندارم. ولی آلپر هست. ولی مادر آلپرم هست. باش امروز نرو. آخه مامان ملکم که خونه نیست، پس مجبوری با من بیای نونوایی. چی شد افه؟ بیا. من منصرف شدم. واسه چی منصرف شدی؟ با هر روز اینجا اومدن مشکلم حل نمیشه. آدم که نمیتونه قصه یکی رو حلال کنه. من پول لازم دارم، پول نقد. آلبر خیلی خوبه. تو چرا انقدر بدی؟ افه جون تو برو تو نونوایی. میدونم پولو برای مداوای آلپر نیاز داری، فقط درک نمیکنم واسه چی اینو به شوهرت نمیگی. این که کار بدی نیست. به تو ربطی نداره. شاید اگه همون روز میرفتی دکتر آلپر مریض نمیشد. نمیدونم، شاید هم دلیلش من بودم. به هر حال به تو ربطی نداره. این مسئله بین من و توه. اگه پولو آماده نکنی هیچ وقت حلالت نمیکنم. شنیدی؟ نمیکنم. حلالت نمیکنم. بفرمایید. رئیس با شما کار داره. آخه برای چی؟ نمیدونم، باید بیای.
باشورم. یعنی جناب کمیسر من کاملا قطع امید کرده بودم. واسه من چند هزار لیره اصلا مهم نیست، ولی واقعا متعجبم که چطور تو این زمانه هنوزم آدمای درستکاری هستن که دست به این پولا نمیبرن. بله همینطوره. کاری که سابق بر این عملی طبیعی بود حالا نوعی فضیلته. جناب رئیس مرادی النیز اومد. بگو بیا تو. برو. سلام. برادر مراد ببخشید مزاحم شما شدیم. میخواستیم حضوری بیایم دیدنتون. ما هم دیگر رو میشناسیم؟ اسمم فاضل جانه. منم مرادی النیزم. یادت یک کیف پول پیدا کرده بودی مال آقای فاضله. خواستم شخصا ازت تشکر کنم. برات چی کار میتونم انجام بدم؟ خواهش میکنم. این چه حرفیه؟ ببین جانم، من دارم جدی میگم. بذار یه کاری برات انجام بدم. نه اگه پول آماده نکنی هیچ وقت حلالت نمیکنه. ممنون. اگه شما هم جای من بودین همین کارو میکردین. وظیفه بود. با اجازهتون. پس لطفاً کارتمو بگیر. ممکنه لازمت بشه. ممنونم. من از تو ممنونم. با اجازه جناب کمیسر. خداحافظ. عجب آدم بیخیالی هستی مراد. چی داری میگی؟ هی برو پولاتو بده به این و اون. حتما باید بدم به تو؟ مادرت باید تو خونه مردم کلپتی کنه اون وقت تو شکم این و اونو سیر کنی. واقعا چه؟ منظور چیه؟ همین که گفتم. پسرم. مادر بیا بریم. مراد. یا مادر. ملک خانوم چیه؟ معطل نکن تا مهمونان نیومدن. دلمه ها رو درست کن. بریم. خیلی بد میشه. میدونم از من چیزی نمیخوای ولی این راهش نیست. همه زندگیم کار کردم. خب بازم کار میکنم. چه اشکالی داره؟ شما مریضی. نباید خسته شی. نباید زیاد کار کنی. آخ که من چقدر احمقم. اینقدر خودتو ناراحت نکن. تو اشتباهی نکردی. یعنی چی که اشتباهی نکردم؟ یعنی چی؟ چجوری میتونم راه درست رو پیدا کنم؟ میخوام تو راه راست باقی بمونم ولی شیطون دست از سرم بر نمیداره. راه درست صراط مستقیم پسرم و خداوند یاور کسانیه که تو صراط مستقیمن. تو برای گمراه نشدن اراده کن. اون وقت میبینی پستی بلندی ها چطور هموار میشن. یعنی چی؟ مگه تو سر نماز فاتحه نمیخونی؟ میخونم. صراط مستقیم راه بندگان خوب خداست مراد جان. دو کفه ترازوی اون درستی و عدالته. راهی که حتی اگه کسی در اون پاش هم بلغزه لطف خدا شامل حالش میشه و به راه راست برمیگرده. بیاین تو. خب رسیدیم خونمان. بابا قلب من داره از کار میفته. این چه حرفی پسرم؟ اگه قلب آدم و وایسه میمیرن. منم قراره بمیرم. تو زنده میمونی پسرم. مامانت هر کاری از دستش بر بیاد میکنه تا زنده بمونی. هر طور شده یه راهی پیدا میکنم. جانم. مواظب باش. من خیلی دوست دارم پسرم. دوستم نداری. اگه دوستم داشتی اون دوچرخه رو برام میخریدی. برات میخرم پسرم، قول میدم. همون دوچرخه رو برات میخرم، هم پول عملتو جور میکنم. قول میدم پسرم. این همه پول از کجا آوردی هن؟ از کجا آوردی؟
دارم برای عمل آلپر پول جور به من دروغ نگو. تو حتی به من که همسرتم دروغ گفتی. من که فکر میکنم تو حتی پول برای مداوای بچه مریضمونم نمیخواستی. ساکت بچه میشنوه. برای این همه پول چقدر دروغ گفتی هان؟ چند وقتی که داری پول از من قایم میکنی؟ من چقدر احمقم که تو رو نشناختم. من تنها گذاشتم. برای چی بچه خوبی مثل تو رو باید تنها بذاری؟ پس مادرم چرا گذاشت و رفت؟ بابام چرا رفت؟ عمم چرا رفت؟ حالا هم عمو مراد گذاشت و رفته. افه نه عمو مرادم نرفته. عمو مراد. بگو ببینم مطمئنه نمیخوای آلپر رو ببینی؟ آخه مامان اون نمیخواد منو ببینه. خب اگه من واسه مادرش خبر خوبی داشته باشم چی؟ ها؟ یعنی چی؟ شاید بشه کاری کرد که آلپر عمل شه. اون وقت فوتبال هم میتونه بازی کنه. محمود آلپر نیست. آلپر قایم شده. آلپر پسرم نیست. من میدونم اون کجاست خانم. آلپر نیستش. آلپر افه پسرم آلپرم. تو منو دوست نداری؟ پسرم تو زندگی منی. اگه تو نباشی من چیکار کنم؟ خدا را هر روز شکر میکنم که همچین پسری به من داده. هر روز. گرمت شد عزیزم؟ دیگه ما رو اینطوری نترسون باشه. تو که منو دوست نداری مگه نه؟ مگه میشه پسرم؟ من بدون تو چی کار کنم؟ به نظر من خیلی خوبه که آدم مامان داشته باشه. درسته عزیزم. ولی بچه داشتن از اونم قشنگ‌تره. بله نورای خانم درست گفتن. من یه دزد بودم. اونی که دزد منم. ولی من کیف پول شما رو دزدیدم. شما قرار بود با اون پول برین دکتر. شاید اگه اون اتفاق نمیافتاد آلپر هیچ وقت مریض نمیشد. اگه تو اون کیف پول رو نمیدزدیدی آلپر هرگز به دنیا نمیومد. متوجه نشدم. من اون زمانا مدیر ساختمونی بودم که توی زندگی میکردیم. تمام حسابای مالی ساختمون دست من بود. یه روز که اومدم خونه پول نبود. دزد اومده بود خونه. یا اینکه نورای کاری کرده بود تا اینطوری فکر کنم. یعنی پولو از شوهرتون دزدیده بودین؟ درسته. من ناچار بودم. آخه برای چی ناچار بودین؟ آلپر نتیجه آزمایش تمام آزمایشان نشون میده بچه‌مون ناقص به دنیا میاد. حتی اگه تمام عمرم مجبور شم همه کاراشو خودم انجام بدم من این بچه رو میخوام نورای. من نمیتونم به یه بچه عقب مونده برسم. نمیتونم. چی داری میگی؟ نمیشه. نمیتونم اجازه همچین کاریو بدم. نمیتونم اجازه بدم اون از بین ببری نورای. تازه از کجا میدونی اون آزمایش‌ها 100% درستن؟ میدونم دیگه. تو این کارو نمی‌کنی. فهمیدی چی بهت گفتم؟ بدون اینکه بهت بگم از دکتر وقت گرفتم. بعدشم پولو دزدیدم. خیلی متاسفم. یعنی قرار نبود بچه‌مو متولد بشه؟
این مال شماست. الان وقت این صحبت ها نیست. فعلا بمونه پیش شما. میدونم کافی نیست، ولی حداقل برای شروع میتونه کمک کنه. بقیه‌شم خدا کریمه. خدا ازتون راضی باشه. نمیدونم چطور تشکر کنم. خواهش میکنم. نه ترس آلپه. باشه نمیترسم، ولی من که خوب شدم فوتبال بازی میکنیم مگه نه؟ آره بازی میکنیم، حالا تو خوب شو. هیچی نیست، نه ترسی. باشه پسرم. بابت همه چی متشکرم. خواهش میکنم. حلالم کن. حلالت کردم. آقا مراد اینجا؟ آها. سلام ها مراد. خوش اومدین آقا فاضل. ممنون. گفتین وقتی کمک خواستم تماس بگیرم. منم زنگ زدم. کار خوبی کردی. دیدی که زود اومدم. خب الان کجاست؟ تو اتاقه. پس برای اینکه بتونم افره رو بگیرم با پدرت قول و قرار گذاشتی. نه کی این حرفو زده؟ پدرت. پدرم؟ بابت همه چی ازت ممنونم. منم همینطور. منم همینطور. بیا ببینم. آلپه خوب میشه عمو مراد جان؟ انشالله افه جون. مامانش هم دیگه اونو دوست داره مگه نه؟ البته که دوست داره. هر مادری میتونه از حق خودش بگذره، اما از حق بچهش نه. عشق مادر به بچهش از زیباترین عشقاست. بدون هیچ چشم داشتی. ولی اینم از حکمت خداونده که در دنیا در کنار چیزای زیبایی مثل عشق مادر به فرزند بدیهایی هم وجود داره. بدیهایی که انسانهای بدور از عشق و محبت مرتکب اون میشن. اما خداوند با وجود تمام این بدیها در توبه رو باز نگه می‌داره تا بندگانش طلب بخشش کنن و بخشیده بشن.